دارای گل امروز آمدیم به یک متسکل فروشی مقبول، مفشن، زیبا، عالی در بهترین نقطه کابل و متسکل های 2025 براتان معرفی کردیم. سوپر جید کیلومترش کامپیوتری است، فینگر استارت است با فنگر است. با فینگر روشن میشه بله، دیگه. بله. شارش اینجا جایی است که موتورسیکل ها به شکل پرزه میاین و باز اینجا بسته بندی میشه. وطندارای عزیز، سلام و صد سلام خدمت تمام شما وطندارای عزیزی که ما را از طریق چینل یوتیوب بیننده هستین. خدا کنه که جور صحت و سلامت باشین. وطندارای گل، وطندارای عزیز، وقت موتورسیکل است. بازارهای موتورسیکل است. به دلیل از اینکه زمستان است، دیگه خزان است، تقریبا زمستان میشه، موتورسیکل ها ارزان شده و دلار هم پایین شیشته. دیگه نمیالا بخرین، بازدبار بخیر پس ازش استفاده بکنین. وطندارای عزیز، تشکری میکنم از شما که همیشه ما را بیننده بودین، حمایت کردین و جا داره که تشکری های بی‌پایان از تمامتان بکنم. وطندارای گل امروز آمدیم به یک متسکل فروشی مقبول، مفشن، زیبا، عالی در بهترین نقطه کابل که شارنو، چهارراه انصاری. دیگه نمیفهم آدرس دیگه ش دقیق، باز از خود مسئول و ایام فروشنده ایجا میپرسیم و فروشندهش هم یک تن از دوستای همون تو شیرین و عزیز خودم است. سلام علیکم ولی جان خان. خوبستی؟ خوب است؟ خیرتی است؟ بخیر هستی؟ چی حال داری ولی جان؟ خودت خوب هستی؟ خیرتی است؟ شکر سلامت باشین، قربانتون بخیر باشین. ولی جان خودت خوب کلگی میشناسم، بازم یک معرفی داشته باشم. سلام علیکم، ولی کریمی هستم، یک تن از نماینده فروشات بخش شارنو گروپ کمپانی کریمی سیکلت. دیگه یک سلام خاص به مهمانای عزیز ما را از طریق چینل یوتیوب عمران جان تماشا میکنین. در قدم نخست چینل یوتیوب عمران جان سابسکرایب کنین دیگه. انشالله باقی سخنها باشه به ادامه برنامه. انشالله. بخیر براتون وطندارای عزیز. مثل که خود ولی جان بسیار بچه خوب است. شخصا خودم شخصیتش 2000 یک بچه نهایت آرام است و موتورسیکل های مقبول زیبا را براتون آورده و همچنان وطندارای گل دیگه شما این برنامه را بیننده باشین، لذت ببرین. دیگه فکر کنم موتورسیکل های 2025 خود آوردی. بله جان عمران جان، موتورسیکل 2025 رسیده. شیپش 2025 است. فعلا سال خود 2024 قرار داره. دیگه شیپای 2025 آمده که در سال 2025 اونم شیپا رو معاورت میکنیم دیگه. این مالای جدید ماست که رسیده به نام سوپر الماس است. استاندارد بسیار استاندارد ژاپن ساخته شده، با کیفیت و تطبیق خاص ساخته شده و رنگ سیاه. ماشین سیاه ناسوز است. ماشین اگر گرم هم بیاید دست و پای باشه یا پلاستیک باشه و ماشین نمیچسبه. دیگه قیمتایش هم قیمتای مناسب است، چون نرخ دلار هم پایین شده و ما تخفیفای زمستانی خودم و ان شاء الله به مشتری‌ها پیشکش ماندیم در نظر گرفتیم. بله. قیمت از این که فروشات میکردین و فعلا فروشات چند است؟ عمران جان، کسایی که ما را از طریق چینل ما ببینید، قیمت از این جنس ما قبلا بود 55,000 افغانی با یک کلاه و یک ترپال با تمام تجهیزاتش مکمل. فعلا است بعد 49,000 افغانی. 49,000 افغانی، 6,000 افغانی تخفیف. بسیار خوب. 6,000 مدل 2025 و 3 سال ماشینش گارانتی داره و خدمات بعد از فروش تا 12 ماه داره. 12 ماه خدمات پس از فروش. وطندارای عزیز که هیچ شرکت و یا نمایندگی بگیم این کار نمیکنه و موتورسیکلات چون اینا سر مال و موادی که استفاده میکنن در این موتورسیکلات اعتماد داریم. بله، اطمینان دارم که فکر کنین 12 ماه وطندارای عزیز خدمات پس از فروش هم براتون داره. و قیمت زیر نهاییش چند گفتی برشان؟ قیمت نهاییش عمران جان 49,000. 49,000. 55,000 فروشات ما است، 49,000 و تخفیف. با می زیبایی مقبولی 150 سی سی با تمام تجهیزات مکمل. سلامت. چی و کلاه مینی داره باز؟ کلاه مینی داره. بله. کلاه مینی، یک ترپال و یک جایزه تان وطندارای جایزه. بله. دیگه این جنس ما جنس جدید است. بسیار خوب. این فروشاتش اکثریت به سمت شمال است، ولایت‌های سرپل، بدخشان، دیگه جوزجان، فاریاب، مزار شریف، کندوز. جایی که کم پختکاری کم باشه. پختکاری کم باشه و این موتورسیکل‌ها به موتورهای ساخته شده که بسیار نرم است.
با خامه طور رفتار میکنه که گویا پخته باشه سرک. بسیار نرم، توربودار است، 150 سی سی کم مصرف. ماشینش که است آی پاور 1500 است، بسیار قوی، کم مصرف و ماشینش توربودار است، گرم نمیه. اگر ماشین گرمه ماشین سرطون هم داره. دیگه بسیار اکترهای خوب ساخته شده. تمام تجهیزاتش که است آینه از گیگیر پیشونیش گرفته تا بغلیاش خود تانکی مکمل از آهن کار گرفته شده. وطندارای عزیز، نام از این موتورسیکل هم سوپر جیت است، یعنی جیت وار رفتار. رفتارش هم جیت واری است دیگه. انشالله جنسی است که به موس هم کامیابترین جنس همین جنس است. بله. و این موتورسیکل نهایت مقبول زیبا و این هم پایدانهای فامیلی وطندارای عزیز. سلنسر زیبا، ویلکپای خوبش و همچنان تانکی خوبش، MP3 جای موبایل دیگه، کلی فینگر هم داره یا نه یک فینگر داشت؟ این فینگر نداره. این چون رنگای دیگه هم داره، 3 رنگ داره، رنگ جگری داره، سرخ داره و رنگ آبی داره. دیگه قیمتش در بازار فعلی 62000 افغانی که ما با تخفیف میگذاریمش به 56000 افغانی. 56000 وطندارای عزیز، 55500. 55500 این از طرف 500 از طرف تام که دیگه جنسی است که انشالله از لحاظ کیفیت بالاترین کیفیت ساخته شده. 2 سال ماشینش خدمات بعد از فروش داره و گارانتی از 3 سال از طرف شرکت داده شده با یک کلاه و یک ترپال و یک پمپ دیگه. مکمل تجهیزات داره، کنجره و سپر داره. هر طرفش هم میبینی که اونم حافظ خودش داره. حاجت به هیچ چیز ضرورت نداره چیز اضافی. محافظای پای دست وطندارای عزیز تمامش دیگه، چراغایش هم یک محافظ داره، پیشونیتان یگان چیز هم بانه. و یک موتورسیکل دیگه خودم را خوشم آمد، چک شیپ داره این موتورسیکل ما. سوپر الماس. سوپر الماس جنس ما را 2025 است مدلش. بسیار اکترهای خاص شده و 2 رنگ ماشین، یکی رنگ ماشین سفید داره و یکی سیاه ساخته شده. رنگای تانکیش مختلف است. بسیار خوب. دیگه ویلکپایش هم طراحی بسیار ویلکپای 2025 است. بله. دیگه اشارهایش هم ناشکن است. وطندارای عزیز این MP3 و کلاه ترپال تمام تجهیزات. چراغ از MP3 وصل است. این چون کیلومترش که ساده است. بله. کیلومتر و همچنان چراغای پیش دست است وطندارای عزیز و این هم 2025 است. بله مدلش 2025 است. قیمتش فعلا به بازار فعلی است 55000. بله. تخفیف گذاشته میشه به 49000. 49000 افغانی وطندارای عزیز، 6000 تقریبا. بله 6000 وطندارای عزیز ارزان بخرین. اگه بار شوه یعنی میده 56000 گفتی اول قیمتش؟ بله 56000 میده در 60000 هم نمیتونین گرفت. ان شاء الله ما همیشه به مشتری خود تخفیف میدیم چون بر وقت سال باشه. بله چون ما خود دیگه ان شاء الله کسب کار ما است که مشتری همیشه همکاری کردیم. دیگه جنس دیگه ما است غوری سیکلت. غوری بسیار مردم افغانستان ازش راضی هستند. دلیلش چی است؟ غوری کیفیتش بالا است. با کیفیت استاندارد ساخته شده. بله. با خامه باشه یا پخته باشه دیگه هیچ مشکل نداره. رفتار بسیار خوب میکنه. ماشینش به سیستم جور شده که هر چقدر ماشین گرمه اونم قدر سرعتش بالاتر میشه و نرم رفتار میکنه. بسیار خوب. ماشین سیمتی، ویلکپای مقبول زیبا، اشارهایش هم و همچنان سپر هم داره. اشارهایش هم ناشکن است. با وجود که ناشکن است یک سپر هم در پیش داره و این به سمت غرب فروشاتش بیشتر است. بله. به سمت شرق و به سمت غرب افغانستان مردم زیاد خوش میکنن. دیگه قیمتش است فعلا به بازار فعلی 54000 افغانی. ما با تخفیف میگذاریمش به 50000. 50000 وطندارای عزیز. موتورسیکل غوری که بسیار یک موتورسیکل کامیاب و موفق 2025 است. بله شیپش هم 2025 است. باز ماشیناش هم در کدام جاش نوشته میباشه 2025؟ بعضی موتورسیکلای ما داره که بعد براتون نشان میدیم ولی این موتورسیکل ما فقط به مشکل تانکی 25 آمده. بله. دیگه با ماشین ذکر نشد. چه یک موضوع جالب وطندارای عزیز که هنوز 2025 شروع نشده وقت ما خدا تجارای ما همچون مثل ولی زاده صاحب محترم که میارن موتورسیکل‌ها را به شیپای جدید و داریم همون تجارا و کسایی که اکثریت مشتری‌ها تقاضا میکنه که ما شیپای مدل‌های بالاتر برای ما بیاریم و ما مدل‌های جدیدتر به مشتری‌ها میاریم و این جنسی است که قبلا هم براتون نشان داده بودم. مدلش 2025 است. بسیار خوب. دیگه 3 رنگ داره، رنگ جگری داره، رنگ سرخ داره و رنگ
آبی داره. بسیار به نام پولیسی مشهور است این جنس. به پولیسی. سمت شمال زیادتر فروشات داره و کسایی که جنس استفاده کردن برایشان معلومه. جنس بسیار نرم، بله. رفتار بسیار ملایم داره و یک متسکل فامیلی است. بله. دیگه بسیار جنس خوبش است. وای سوپر کیلومترش جت است. کامپیوتری است. باش کیلومترش بیای هم براتون وطندارای روشن عزیز کنیم. که کیلومتر از ایران شما ببینین که کیلومترش از چی قرار است. کامرامین عزیز بیا یک بار اینجا. این هم وطندارای عزیز کیلومترش که چقدر مقبول و زیبا است. سوپر جت. کیلومترش کامپیوتری است. فینگر استارت است. به فنگر است. با فینگر روشن میشه. بله، دیگه بله. شارایش میبینید که بسیار با اکترهای خاص ساخته شده. دارای ریموت است. ریموت استارت هم است نه؟ ریموت استارت. بله. یکی ریموت وطندارای عزیز، کلی فنگر 3 استارت و یکی هم سالب هندل و 4 هندل. تا. بله. اینا وطندارای عزیز نام خدا که دیگه مدل دستگاه ما- عجیب ذکر شده. بله. 2025 به ماشین ذکر بسیار شده. خوب کامرامین عزیز بگی 2025 وطندارای عزیز مدل از این موتورسیکل است. کسایی که علاقمندی داره با موتورسیکلای مدل بالا این موتورسیکل‌ها در خدمتشان است و در اشارهش به کمپانی شارایش تان هم نام کمپانی و رسمی ذکر شده. بله اینجا ذکر شده. وطندارای عزیز میبینین که نهایت مقبول و زیباست این موتورسیکل. قیمت از چند است والی جان؟ قیمت از این قیمت از موتورسیکل این عمران جان فعلا به بازار فعلی قیمتش 60,000 افغانی. بسیار خوب. چون این شیپ هم نیست، شیپ سادهش 60,000 افغانی بله است. و ما این شیپ جدید 2025 خود با کیلومتر کامپیوتری ریموت و یک کلا و یک ترپال تمام تجهیزات بله. به فروش میگذاریم به 56,000. 56,000 افغانی وطندارای عزیز موتورسیکل 2025 با می مقبولی و زیبایی و چندین نوع استارت شدنش و این پیتریش بخرین وطندارای عزیز. بسیار مقبول زیباست. و وطندارای عزیز یک چیز بسیار خوبیه که خدای نخواسته اگر موتورسیکل از پسر کس همراهش تصادف بکنه محافظت میکنه و نمیمونه که موتورسیکل هم خراب شه و خدای نخواسته خودتان هم آگاه شوید. بله گیرگیر پسر هم داره که در وقت که گل و بغل جلا میشه. بسیار خوب. فامیلی میگن نه پایدانا را؟ بله این پایدانای فامیلی از بعض کسا چون این موتورسیکل‌ها به داخل شهر هم ساخته شده و اکثرا فروشات سمت اطراف است. از اون خاطر شیپای پایداندار جور شده. چون اونا اکثرا کم باردش میبرند بار چیز انتقال و میدن. خداوند نگهدارتان باشه. در آخر که خاموش میکنه موتورسیکل میگن. بله. دیگه جنس پالیش هم تو سوپر جت اصلی. جل اصلی است. جل ببخشید سوپر جل اصلی. اون را جل ناشکن میگن. بسیار خوب. موتورسیکل است که توربودار است و بسیار پلاهای بلند ساخته شده مثل درواز. منطقه یک تن از منطقه بدخشان است. بله. دیگه کوه پامیر جای بلند. بله. مناطق کوهستانی. مناطق کوهستانی ساخته شده. بسیار خوب. یک رفتار بسیار خوب میکنه با کوهستان. شیپ شما تو معلوم میشه کم تو جیک موتورسیکل است نه؟ و مکمل گیلگیرش و بغلیاش تمام تجهیزاتش کس آینی است و چراغاش هم ناشکن است. دیگه خوب موتورسیکل است. وطندارای عزیز قیمت از ولی جان چند است؟ قیمت از او لالا فعلا به بازار است به 59,000 افغانی. بله. بعد تخفیف میگذاریم به 54,000. 54,000 وطندارای عزیز نگفتن همونه که تمام موتورسیکلایی را که شما در اینجا تماشا میکنین اینا همیش کلشان صفر هستن. حتی در تانکیشان تیل هم نفت مدلش تمامش 2024 است. شیپاش 25. مدلش جدید است. و این شیپ جدید ما از به نام سوپر جت اصلی دایان میگن. و سمت بغلان، سمت شمال و سمت ها یک نام خاص داره. کسایی که استفاده کردن برشان معلوم است. دیگه ایره پلنگ صحرایی میگن. پلنگ صحرایی بسیار وقتا رفتار خوب میکنه. و این موتورسیکل یک جذابیت داره. یک جذابیت خاص خود داره. کسایی که عاشق رنگ سیاه هستن بازی جنس خوش میکنن چون تمام تجهیزاتش با رنگ سیاه طراحی شده. بسیار یک رنگ سنگین و تندار عزیز شیپ داره. رفتاری بسیار آرام است. دیگه از یه توپ میان. تایرای از توپ است. توپلس هم میشه. از کمپانی توپ. بله. باز کسایی که علاقه‌مند بود میتونن توپلس. و این هم موتورسیکل ما وطندارای عزیز و ببینین ویل کپای از هم خیلی مقبول و زیباست. تایرایش هم وایکومی است. دیگه برکایش هم وایکومی است. یعنی قسمتش میشه نه؟ برکش وایکومی است. بله. دیگه رفتارش بسیار آرام. و این شیپ بلند کم مصرف ترین موتورسیکل ما اینمی است. خیلی مصرفش کم است. بسیار خوب. و اینیش چی هستن؟ جای چارجر است. اینجا چارج میشه. چارجر
خود نما هم داره کنم عزیز، وقت اگر کسایی که زیاد شله هستند در موبایل 24 ساعت سک میزنه بر روی این موترس کلام خوب است اینجا قرار که ریموت هم چوچه داره. بند کنه. بله کلاه ترپال تمام تجهیزاتش کردش بسیار خوب. کامل است. بله 1 کیلومترش را میبینی با مشیپ طراحی خاص خودش ساخته شده. بسیار. اینجا تیل نشان میده، بله سرعت، دیگه ریس، تمام چیزی به کیلومتر گشتش تمام چیز همینجا نشان میده. و قیمت از اینم چند گفتی؟ قیمت از فعلا به بازار فعلی 62000 افغانی. بسیار عمران خوب. جان ما با 62,000. تخفیف میگذاریمش به 55000. 55,000 وطندار عزیز صاحب شاین همین مترسکل مقبول زیبا را و این هم نگفتن نماند 2025. بسیار خوب. دیگه کدام مترسکل با شما معرفی میکنی دیگه وطندار شیپای عزیز؟ جدید این مترسکل شیپ جدید داره. بسیار 110 سی سی است. بله دیگه 110 سی سی بسیار کم مصرف، اتومات، کلچ بله. نداره، 4 گیر است. دیگه بسیار رفتار خوب داره، بریکایش هم وایتومی است. بسیار خوب. دیگه از نگاه مصرف بگوی بسیار کم بله مصرف است. کلی عزیز است که جر کلی روشن شمال میکرده. باید. وطندارای عزیز شما کیلومتر از این موترسکل تماشا بکنین که بسیار مقبول و زیبا است و این موترسکل بسیار یک شیپ سنگین داره. کسایی که میخوان باز از این صنایع بزرگ سال هم زیاد استفاده میکنن. سالا و جوانا کسایی که علاقمند مترسکل به کلچ هستند بسیار نرم موترسکل است. میخواین که جنس به کلچ باشه برشان، بله کم مصرف باشه دیگه و جنس کامرامین آرام باشه، عزیزمی جنس ها را جات میشنه. کیلومترش هست. کیلومتر از چقدر مقبول است. من شخصا خودم زیاد خوش دارم. تمام تجهیزات ماشین، حتی حالت ماشین آن سانتیگراد نشان میده که چقدر ماشین گرم است. بله. درجه ماشین نشان میده، دل نشان میده، دیگه سرعت نشان میده، گیر نشان میده. و اونجا میبینی که هر طرف اشاره هم بزنی رو هم نشان میده. بله. این ایمپیتریش هست. ایمپیتری است نه؟ این لاسپیکرها بله، ایمپیتریش هست و او خود ایمپیتری است که از اونجا میتونی بسیار حتی خوب. جای چارجر هم داره و یگان جای فلش بندازی، بله. یگان چپ باشه، بله. میموری و کارت باشه. لقب از این موترسکل هم ما میتونم که این موترسکل فول آپشن است. فول آپشن است. فول آپشن بسیار کم وطندار مصرف، عزیز گروپاش بسیار میبینی مقبول زیبا. کلیدی است، بله بله مصرف نداره. بسیار خوب. فول آپشن میگن. بله دیگه تانکشان کلان است، دیگه کلان ماشین های 2025 است. بسیار خوب. بسیار کم مصرف. بله دیگه ماشین هایش هم ناسوز است، فینگردار، فینگر استارت است. بله کلاه ترپل ریموت تمام چیز مجه است. بویل کپای بسیار دیزاین خاص ساخته شده. بسیار خوب. قیمتایش فعلا به بازار فعلی است به 56000 افغانی. بعد تخفیف گذاشته میشه به 51000 افغانی. 51,000 شیشه افغانی. پیشوری هم داره. بله دیگه از لحاظ گروپ بگوی، اشاره بگوی، تمام مجهز است. هیچ مصرف اضافی ضرورت نداره. فول آپشن است و این موترسکل قیمت شوار ما بگو ولی جان نگفتیم. قیمت از این لالای قند فعلا به بازار فعلی بود 70000 افغانی بله. قبلا و فعلا فروشات محض با تخفیف دیگه به 58000 افغانی. 58,000 58000 افغانی با تخفیف گذاشته میشه. بله. مدلش هم 2025. بخیر باشی و بوکسر در بالا به نظر میریم که بسته‌کاری کده. بوکسر او رو فعلا معرفی میکنیم. جنسای جدید ما رسیده. بله. شیپ 2025 بوکسر هم بسیار. رسیده. بله دیگه او را در تصویر میگیریم. این سوپر وای 4 است. بله. 200 سی سی فول آپشن، بسیار بسیار کم خوب. مصرف، شیپ سپورتی، کیلومترش کامپیوتری است، فینگر استارت، 2 کیلو و 2 ریموت، با کلاه و ترپال تمام چیز مجهز. بسیار خوب. قیمتش است فعلا به بازار فعلی 65000 افغانی و تخفیف گذاشته میشه 58000. 58,000 کسایی که علاقمندی دارین انشالله از نزدیک بیاین و آدرس هم برشان بگو ولی جان. آدرس ما عمران جان چهارراه انصاری است. بله فعلا به خود شارنو ما دو نمایندگی داریم که نمایندگی اول ما به روبروی مستر کوک است چهارراه انصاری و بخش دومش شعبه دومش روبروی هتل خیبر میشه چهارراه انصاری شهر نو کابل و نمایندگی بعدی ما کس به جاده میوند است روبروی کوچه مندوی نارسیده به کوچه پخت فروشی. دو جان سمیر جان مصروف است انشالله پیشش برین. این موترسکلا با قیمت بخش سه چرخ کسی کار داشته باشه. بله. بخش سه چرخ ما باز به فاضل بیک است سرک کمپانی. اگر برنامه شم ندیدین در یوتیوب برین سعی کنین وطندارای عزیز برنامه شم داریم. برنامه ادامه داره یک چند تصاویر کوچک می داشته باشه میریم از بالا براتون تصاویر میگیریم ما را همراه باشین وطندارای عزیز.
خب وطندارای گل، آمدیم در ایجا شیپ جدید بکسر که ولی جان براتان معرفی میکنه. تصویر هم میبینید. شیپ جدید بکسر است عمران جان 2025 محفظ چراغ هم داره دیگه. لایدرهایش هم دابلتر شده و یک راد اضافی به بریک پیشوری اضافه شده. بسیار با کیفیت بالا ساخته شده. قیمتش هم است فعلا به بازار فعلی بکسر بجاج است به 57000. بله دیگه ما با تخفیف میگذاریمش به 54000. و این برمت یک قسم بزرگتر از بر یک کم کلانتر معلوم میشه یا نه همون چیز است؟ والا بکسر اکثرت هم تو در نظر مشتری معلوم میشه. بله. ولی از لحاظی که باز با جلو بشینی بسیار راحت است. فکر که بیگ موتورسیکل بسیار خورچشتی چون استاندارد ساخته شده. بعض موتورسیکل ها هست استاندارد نیست، بسرش که سوار میشی یک طرف کش میکنه خدا. و این استاندارد ساخته شده که هر کسی که به بالای موتورسیکل سوار میشه بسیار آرام همون برابر است، کش نمیکنه. قیمت از والی جان؟ قیمت چه جان براتون گفتم فعلا به بازار فعلی است 58000. ما با تخفیف میذاریم به 54000. قربانت سلامت باشی. و اینجا هم یک تصاویر داشته باش کامرامان عزیز. اینجا جایی است که موتورسیکل‌ها به شکل پرزه میاین و باز اینجا بسته‌بندی میشه وطندارای عزیز. اینمی کارتانا و بکس‌هایی را که شما در اینجا میبینید تمامش مربوط پرزجات موتورسیکل میشه که باز انجینرهای ما نام خدا هستن، اونا تمامشان همین موتورسیکل‌ها را اینجا بسته‌بندی میکنه. و وطندارای عزیز آیسته آیسته رسیدیم به پایان برنامه. خودتون اینجا تشریف بیار ولی جان. در آخر کدام پیام گفتنی باشه کمره ما در خدمت است. پیام ما می از ببینید که کوشش کنن همیشه از فروشگاه بزرگ خریداری کنن. بله. ان شاء الله از هر نمایندگی ما که خریداری کنن با تخفیف و ضمانت جنس اصلی و با خدمات بعد از فروش هم راست ان شاء الله. خب شماره تماس ولی جان خان 0799 31 81 99 و 0782 76 21. بسیار خوب. تشکر از خودت ولی جان خان که زحمت کشیدی وقت گذاشتی بر ما. خب وطندارای عزیز این بود داشته‌های امروز ما، برنامه امروز ما از یکی از موتورسیکل فروشی‌های مقبول زیبا که در شهر نو بود. وطندارای عزیز و موتورسیکل‌های 2025 براتون معرفی کردیم. شما می قسم به حمایتتان ادامه بدین تا ما باز هم بیایم براتون برنامه خوب و بهتر تقدیم بکنم. دیگه هدف ما از این برنامه می است که شما وطندارای عزیز ببینین و معلوماتتان زیادتر شه وطندارای عزیز و انشالله که ما همیشه در خدمت شما هستیم. دیگه تا که بازم ممران در خدمتتان با یک برنامه جالب و دیدنی جدید کاغذ پیش قرار میگیرم. همه تانه بالای به هم تا میسپارم. همیشه خوش خندان آرام سربلند موفق باشین.